رادیو امید مصاحبه اختصاصی داشته با آقای ناصر بلیده‌ای، سخنگوی حزب مردم بلوچستان و رئیس سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های بدون نمایندگی و همچنین عضو شورای دموکراسی خواهان. موضوع مصاحبه با آقای بلیده‌ای در خصوص حزب مردم بلوچستان و هدف و عملکرد شورای دموکراسی خواهان ایران است که به تازگی دومین کنفرانس خود را در کلن آلمان برگزار کرده. آقای ناصر بلیده‌ای، لطفاً در مورد حزب مردم بلوچستان برای شنوندگان ما یه مقدار توضیح میدین؟ من حزب مردم بلوچستان یک حزبیه که برای حقوق مردم بلوچستان بر اساس حاکمیت مردم مبارزه میکنه. یعنی به این شکل که خب به هر حال ما در منطقه زندگی میکنیم که دولت‌هایی هستن همکنون که میگن که ما حاکمیت خودمون رو از خدا گرفتیم و حاکمیت مطلقی است به اسم ولایت فقیه. و یا خوب هم بازم ایران رو میشه مثال زد که مثلا قبلا خانواده پهلوی بود که فکر میکرد چون به اصطلاح پادشاه ایرانه و حقوق کامل رو داره و حاکم کامل و مطلق هستش. در این شرایط مردم همیشه کنار گذاشته میشن و اینجور جنبش‌ها تا هنوزم در اون منطقه هستن. قبلا هم جنبش‌های چپی بودن که فکر کردن که بر اساس حاکمیت طبقه کارگر یک قشری یا یک طبقه از جامعه میتوان یک حکومتی درست کرد که اینم خودش به یک شکلی غیر دموکراتیکه، چون هر جامعه از اقشار طبقات مختلف درست شده، نه تنها از لحاظ فرهنگی و مذهبی بلکه از لحاظ طبقاتی هم. در این اساس ما بر اساس حاکمیت مردم صحبت می‌کنیم. و موضوع دیگری که در رابطه با حاکمیت مردم مطرح میشه اینه که مردم بلوچ در ایران به عنوان یک مردم حقوقشون به شکل تبعیض‌آمیزی نقض میشه و به این شکل است که از تولد یک بلوچ در واقع شهروند دست دوم و سوم و حتی پنجم میشه حساب کرد در ایران. این شرایط خوب نمیشه گفت که مثلا مردم بلوچ در یک جامعه زندگی میکنن به عنوان شهروندان برابری هستند. مثلا نتیجه باید برای یک حقوقی مبارزه کرد، حقوقی که طبیعی هستش، یعنی این حقوق از اون طبقات طبیعی تره، چون به هر حال وقتی کسی از متولد میشه و صاحب یک زبانی هستش، صاحب یک سرزمینی هستش و این سرزمین و این زبان در یک پروسه تاریخی طولانی درست شدن. نمیشه اینا رو همینجوری به اصطلاح دو دستی داد بر اساس یک کسی دیگری که اون به اصطلاح کنترل بکنه و یا اون تغییر بکنه و یا به شکلی اون زبان رو بخواد از بین ببره، چیزی که مثلا سیاست دولت ایرانه. و در ذهن مردم هم از حقوق به اصطلاح مذهبی، تبعیض مذهبی رنج ببرن، چون با این حال که بخش از جمعیت مردم بلوچستان شیعه هستش، ولی خب یک اکثریتی در اونجا هستش که سنی هستن. اونا صرفاً به خاطر اینی که مذهبشون با مذهب دولتی که نیست تبعیض میشن. در این مسلماً حزب مردم بلوچستان یک جامعه سیکولار و میخواد که جامعه‌ای که در آن آزادی مذهبی باشه و برابری مذهبی باشه. برای دستیابی به اینا خب مسلماً حزب مردم بلوچستان برنامه مخصوص خودشو داره و اون برنامه بر اساس همون دستیابی به حاکمیت ملی و برقراری یک حکومت سیکولار دموکراتیک بر اساس یک حکومت فدرال باشه. حکومت فدرال هم تعریفی که از مردم داره اینه که دولت مرکزی در رابطه همانطوری که در رابطه با سیکولاریسم با مذهب بی‌طرف باشه و در رابطه با حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق گروهی مردم در رابطه مسئله زبان هم بی‌طرف و اینا رو در یک جا سازش بده، به طوری که مثلا مردم بلوچستان در دولت مرکزی شریک باشن با این مکانیزمی و همینطور در درون بلوچستان داشته باشن. خب حزب مردم بلوچستان عضو شورای دموکراسی خواهان هم هستش. در مورد هدف و عملکرد این شورا و دلیل عضویت حزب مردم بلوچستان در این شورا برام توضیح میدین؟ حتما. همونطور گفتم حزب مردم خب بلوچستان خب یه مبارزه مشترکی رو ما همه در ایران داریم، حالا اون چه شکل طبقاتیش باشه یا به شکل گروه‌های ملی اجتماعی و یا فرهنگی باشه و یا گروه‌های مذهبی باشه، چون با دیکتاتوری که در ایران هستش تقریبا همه این بخش‌های حقوقی مردم ایران رو نقض میکنه. به همین دلیل حزب مردم بلوچستان عضو شورای دموکراسی یکی از بنیانگذاران است و یکی میتوان گفت از فعال‌ترین گروه‌های تشکیلاتی در این گروه هستش. به همین خب ما در مقابل یک دیکتاتور مستبد داریم مبارزه می‌کنیم. همه باید این امکان یکجا بگذاریم و بتونیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم. مسلماً شورای دموکراسی خواهان یک جریانیه که همه آن چیزی که من قبلا تعریف کردم
بر اساس دموکراسی، بر اساس سکولاریسم و برقراری یک ایران غیر متمرکز باعث مردم بلوچستان حمیده هستیم. ما همه حالا فرق نمیکنه مثلا ما خواستگاهمون از لحاظ یا مرزی در بلوچستان هست، یکی دیگر در کردستان است و یکی دیگر مثلا در جای دیگر از ایران هستش، ولی همه در این موضوع شریک هستیم که ما در واقع مبارزه مشترکی داریم برای استبداد، برای آن چیزی که حقوق مردم بر اساس یک تعریف مخصوصی از یک مذهب و مخصوصی از تاریخ میخواد نقض بکنه و یا مثلا یک تعریف مخصوصی از مسئله جنسی. ایران یک کشوری که نصف جمعیت اون از تولد بدون اینکه در نظر بگیریم فارسن و بلوچن و یا ترکن یا اساسا طبقه کارگر یا طبقه مرفه هستش نقض میشه. در این شرایط باید همه به دست به همدیگه بدن که تا این دولت برای هیچ قدرتی فراهم نشه که مردم رو به دلیل جنسی، به دلیل زبانی، به دلیل مذهبی یا به دلیل طبقاتی صرفا یا قشری تبعیض میکنه. خب به نظر شما برای گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهوری اسلامی ایجاد یک آلترناتیو قوی و موثر ضروری هستش و اگه بله فکر می‌کنید چگونه میشه به این آلترناتیو موثر دست پیدا کرد؟ این در رابطه با مسئله ایران خیلی پیچیده شده با توجه به اینکه سیاست در ایران یک بک‌گراندهای یا یک به اصطلاح سرگذشت‌های متفاوتی وجود داره از لحاظ تفکری، از لحاظ فکری، از لحاظ گروهی. همین حالا در مجموعه کسایی که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن بخشن خودشون از همین جمهوری اسلامی ایران اومدن، بخشن مثلا کسایی بودن که توسط این رژیم سرنگون شده اون نظام پادشاهی هستش، بخشن هم کسایی که مثل مجاهدین و یا گروه‌های چپ گناه هم بعدن در همون ابتدا از این بدنه این انقلاب جدا شدن و گروه‌های ملی متفاوتی مثلا در کردستان، بلوچستان، ترکمن، منطقه ترکمن یا عرب یا آذربایجان، اینا هم مبارزاتی داشتن برای عبورشون. همه اینا رو باید به یک جایی متحد کرد و به همین دلیل از مردم بلوچستان به اصطلاح این حلقه رو میبینه، حلقه متفاوتی از این گروه ها با ایجاد بشه و اینا با هم دیگه وصل بشن و این اطمینان رو به مردم بدن که اولین بار در رابطه با مسئله تغییر رژیم و قدرتیابی یک بخشی از جامعه نیست به هر دلیلی، به دلیل زبانی، به دلیل مذهبی یا به دلیل طبقاتی یا به دلیل ایدئولوژی، بلکه مردم ایران کاملا در وجودشون، در همه مردمانی که در ایران هستن به همون شکلی که هستن بدون اینکه کسی به فکر به اصطلاح جبت و یا زبان و یا مذهب اون باشه بتونن حاکمیت داشته باشن. این مسئله هستش که مردم روش تاکید میکنه. به نظر ما با ایجاد همچون گروه‌های مثل کنگره تا ایران فدرال و شورای دموکراسی خواهان و بقیه اتحادهایی که ما خارج از اونها فعلا هستیم ایجاد شدن، یک شکلی باید اینا رو همه رو با هم دیگه وصل کرد و یک حلقه مناسبی درست کرد که بتونه به اصطلاح این رژیم رو بگیره و از قدرت بیرون بندازه و تا بتونه مناسبی بر اساس حاکمیت مردم در رابطه با دموکراسی و در رابطه با فدرالیسم حاکمیت مردمان ایران و همینطور در رابطه با از بین بردن تبعیض مذهبی یک حکومت سکولار و همینطور برابری جنسی و برابری، یعنی به هر شکلی که مردم هستن در ایران از تولد باید با هم دیگه برابر باشن. یعنی جامعه دموکراتیک، یک کشور ملی دموکراتیک یا یک کشور دموکراتیک ملی، به هر شکل این موضوع رو مطرح بکنیم زمان ایجاد میشه که در اون کشور فرد از تولدش با هم دیگه برابر باشن، نه از تولدش این فکر بشه که اینا کدوم زبان رو صحبت میکنه، کدوم مذهب رو داره، در کدوم منطقه متولد شده. اون موقع هستش که اساساً کانسپت یک دولت مشترک از بین میره و این دولت مشترک یا یک کشور مشترک در یک جایی به اصطلاح در یک پیچ و خمایی دچار مشکل و فروپاشی میشه. خب به نظر شما چه فاکتورهایی برای دوران گذار ضروریه؟ این دوران گذار فاکتورهای همین یه اپوزیسیون قدرتمند و اطمینان مردم از این گروه اپوزیسیون و بعدش هم هیچ کسی به این فکر نباشه که با بیایم اینجا قدرت مطلق خودمون ایجاد بکنیم، بلکه باید مثلا به مردم اطمینان دادیم در یه شرایط صلح‌آمیز و در مجلس مؤسسان میشه. ولی در شرایط فعلی خب آدم باید واقع بین باشه. ما در شرایطی نیستیم که حالا بگیم مثلا یک آلترناتیو مناسب و مقتدر و قابل اطمینان از طرف مردم در رابطه با از بین بردن جمهوری اسلامی ایجاد شده و این آلترناتیو به هر حال ما هم گفتم در این پروسه باید ایجاد بشه و تا هنوز به اون شکل کامل درست نشده. ولی خب مسلما مردم در این شرایط مبارزه رو کنار نمیگذارن، چون مثلا یه آلترناتیو درست نشه. در واقع خود مبارزات مردم، تحرکات مردم، چیزایی که همکنون داره در ایران اتفاق میفته، همه اینا اون انرژی مناسب رو به نظر من
بیرون میده از خودش که یک اپوزیسیون قدرتمند قوی درست بشه. و با توجه به تجربه‌ای که ما در ایران از لحاظ تاریخی داریم، همه دیدیم که هیچ جنبشی تا زمانی که سرتاسری نباشه و همه اقشار اجتماعی ایران و یا جنسی گروه‌های متفاوت رو در بر نگیره، منجر به دیکتاتوری میشه. اون که به اصطلاح اون انقلاب مشروطیت باشه و یا انقلاب که حالا به اصطلاح اسمش انقلاب اسلامی ایران شده و حکومت آخوندی روی کار آمده. و همینطور هم تجربه مثلا این جنبش سبز و بقیه جنبش‌ها نشان داد وقتی خودشون رو محدود نگردن و بخوان فقط مسائل یک بخشی از جامعه رو مطرح بکنن، به بقیه بگن فعلا که شما نیست تا ما این موضوع رو حل نکردیم، شما چیزی نگید، فقط از ما حمایت کنین، این چیزا امروز امکان نداره. امروز مردم همون چیزی که یکی در تهران میخواد همون چیزو یک نفر در زایدان هم میخواد. نمیشه به زایدانی گفت ساکت باش تا مسئله تهرانی حل بشه. بله درست. خب آیا به نظرتون برگزاری یه رفراندوم میتونه به گذار مسالمت‌آمیز نظام جمهوری اسلامی کمک بکنه؟ یعنی اصلا امکان پذیر هستش که حکومت قانع بشه بر برگزاری رفراندوم؟ ببین، ما بر اساس تفکری که در حزب مردم بلوچستان داریم، ما معتقدیم که رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه توانایی برای حل مشکلات و یا گذار مسالمت‌آمیز هم درش نیست. باید برای سرنگونی رژیم کار کرد و برای اسم رو بذارن براندازی، نشون رو بذارن انحلال طلبی، ولی ما باید رژیم جمهوری اسلامی ایران کاملا باید سرنگون بشه و خب مسلما هدف ما این نیستش که بعد از اون کسایی که از تفکرات رژیم جمهوری اسلامی ایران کاملا دارن امروز مثلا بخشایی که در ایران زندگی میکنن یا خارج هستن، خب به هر حال بخشی از جامعه ایران، ولی اینها امکان استفاده سنت نداشته باشن، ولی بتونن در پروسه دموکراتیک شرکت بکنن مثل بقیه. ما هدفمون این نیست مثلا اینا رو کاملا از بین ببریم، بگیم که ما یک دیکتاتوری دموکراتیک یا مثلا دیکتاتوری پرولتاری یا دیکتاتوری انقلابی اسلامی میخوایم اجرا بکنیم. نه، هدف ما اینه که همه اقشار جامعه در ایران بتونن با هم دیگه رقابت بکنن، رقابت سالم ولی بدون استفاده از خشونت. هدف ما همینه. ولی اینکه ما رژیم جمهوری اسلامی ایران با این قانون اساسیش و با تفکرات و با این گروهایی که در اونجا به اصطلاح در حاکمیت و در دولت هستن و هر شکلش، یعنی بین حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی هیچ گونه فرقی قائل نمیشیم. مثلا نماینده خامنه‌ای در شورای امنیت 15 سال بوده، چجوری از حاکمیت شده آقا یک دولتی شده و بین اینا یه فرقی هست. اینا مسلماً با هم دیگه وصل هستن و یه حاکمیت ایجاد کردن و در این حاکمیت امکان رفور و امکان گذار مسالمت‌آمیز هم خیلی کم دیده میشه. احتمالاً خیلی به اصطلاح رژیم در شرایط مخصوص فشار از طرف مردم بیشتر باشه خشونت استفاده بکنه برای مردم. به نظر من مردم ایران دارن به این فکر میکنن که باید از این رژیم و از این دولت و از این حاکمیت باید گذار بکنن. خیلی ممنون آقای بولیده‌ای از وقتی که در اختیار رادیو امید قرار دادید. خیلی ممنون. شاد و خوشحال باشید. ممنون، سلامت باشین، خدا نگهدار.